اگه این ویدیو رو ببینیم شاید دیگه مثل قبل نخواب. این فقط یه داستان نیست، یه واقعیت که اتفاق افتاده، ثبت شده و دیده شده و گزارشاتی ازش هست. اگه هنوز جرأت داری بشین، ولی شاید داستان بعدی داستان زندگی تو باشه. سلام بچه‌ها، من سهیلم و خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال سهیل سوسو. در این کانال قصد داریم که ویدیوهای ترسناک آپلود کنیم و به شما نشون بدیم. در پاییز سال 94 یک خانواده 3 نفره به نام کاوه، لیلا و دختر 6 سالشون یعنی روزا مهاجرت کنن و به شمال برن. دوست کاوه یه لیوا توی نوشهر داشت که مدت‌ها خالی مونده بود، یه جای دنج وسط جنگل دور از همه. همون شب اول ویلا بوی رطوبت میداد، همه چی تاریک و ساکت، اما مشکل از جای شروع شد که زورا نیمه شب از خواب پرید. روزا با لحن کودکانه و ترسیده گفته بابا یه مرد عجیب غریب توی اتاقمه و به مامانش گفته تو نباید فردا زنده بمونی. اما بخش جالبش اینجاست که میرسه به اتفاقات شبونش. کاوه فکر میکرد دخترش خواب دیده، اما لیلا قسم میخورد کسی تو پذیرایی حرکت میکنه. برق میره، موبایل ها آنتن ندارن، شمع روشن میکنن. حدود ساعت 3 نیمه شب یه صدای زمزمه از اتاق مهمان میاد. کاوه با چراغ قوه میره اونجا، اما چیزی نیست، فقط دیوار پر از بخار و رد دسته کوچیک. اما اون شب هیچ کس درست نخوابید. صبح لیلا حالش خیلی بد و میگفته که استرس، دلدرد و دلشوره داشته. ظهر کاوه برای خرید میره به ویلا. وقتی برمیگرده جمعیت دور ویلا جمع شدن و بخش جالب ماجرا اینجاست که لیلا از طبقه بالا پرت شده پایین و مرده. پلیس میگه که احتمالاً لیز خورده، وگرنه کسی این کار احمقانه رو انجام نمیده. ولی میرن بالا رو میبینن و میبینن که توی بالکن رد پایی هستش. انگار یه نفر اون دختر 6 سالشون روزا طی حرفی رو تکرار میکرد و حرفش این: اون مرد دوباره اومد، گفت مامان رفت ولی بابا هنوز نرفت. کاوه دیوونه شده و قسم میخورد که توی ویلا صدای حرف زدن یک مرد با زنش رو شنید، ولی خب در ویلا کامل گفت هیچ اثر انگشتی نبود و هیچ مدرک. و بعد از این اتفاق پلیس پرونده مرگ رو مشکوک اعلام کرد و پرونده رو بست. بعد از اون اتفاقات مشکوکی توی اون ویلا افتاده. اما بعد از این اتفاق یه رازی توی ویلا پخش شده بود. مردم نمیذاشتن برن تو ویلا و کسانی هم که میرفتن ویلا رو اجاره میکردن. همشون هم یه خواب مشترک بوده و اون خواب یه زن با لباس سفید خونالود که فقط یه جمله میگه: تو هم قراره بیافتی. صدای ضبط شده های آمبولانس و پلیسایی که هستش موجود و میتونید مشاهده کنید. سوال اینه که چرا همه اون خواب رو میدیدن، یا چرا فقط روزا اون موجود رو میدیده و اصلا معنی اون خواب تکراری بین مشترکاش چی بود؟ و یک سوال، تو اگه جای کاوه بودین بعد از مرگ زنت با دخترت چیکار میکرد؟ بچه ها نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید و بین تجربیاتی که شما مینویسید شاید بینشون یک ویدیو درست کنم و شاید ویدیو بعدی که میبینید ویدیو داستان تو باشه. تا دیداری دیگر،